سلام بیننده عزیز، خوشحالم که باز هم با خبرهای تازه در خدمت شما هستیم. برنامه نوید بامدادی است، تقدیم از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. امروز 21 می است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: تست شهروندی یمن در خوجند مثبت برآمد و 13 کارمند سازمان ملل در دوشنبه بستری شدند، اما وزیر تندرستی میگوید در تاجیکستان بیماری کووید 19 نیست. مقامات گفتند برای مهاجران در روسیه بیش از 1.5 میلیون جای کاری آماده است. و نزدیکان افسر کشته شده گفتند از حکم دادگاه راضی نیستند. شروع میکنیم از یک خبر فوری که تازه به دست ما رسید. بعد 11 روز درگیری خونین در نوار غزه میان اسرائیل و فلسطینی ها آتش‌بس آغاز شد. این آتش‌بس از ساعت 2 شب به وقت محلی به اجرا درآمد. طبق گزارش ها در درگیری ها 11 روزه 232 نفر در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50,000 نفر مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید چند دقیقه پس از آغاز آتش‌بس شمار از مردم در کوچه های غزه به خرسندی و پایکوبی پرداختند و تعدادی هم با تیراندازی به هوا این را جشن گرفتند. طبق گزارش‌ها در این آتش‌بس که در پی فشارهای بین‌المللی و میانه‌روی مصر به نتیجه رسید، دومین گروه قدرتمند در غزه یعنی جهاد اسلامی نیز در آن مشارکت دارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این آتش‌بس استقبال کرد و گفت فکر می‌کنم که این یک فرصت واقعی برای پیشرفت داریم و من خود را عهده‌دار می‌دانم که برای دست یافتن به آن تلاش کنم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از نقش مصر در دست یافتن به این آتش‌بس ستایش کرده است. حکومت اسرائیل شب پنجشنبه رسما اعلام کرد که جلسه کابینه امنیتی این کشور با برقراری آتش‌بس موافقت کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در پایان نشست کابینه خبر داد که وزیران یکدلانه با پیشنهاد مقامات امنیتی که خواهان پذیرش طرح مصری برای آتش‌بس بدون هر گونه شرط پیشکی موافقت کردند. جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 20 می به خبرگزاری آزیا پلاس گفته است رسما میگویم که در تاجیکستان یگان گرفتار به کووید 19 نیست. وزیر از روزنامه‌نگاران خواسته است تا در این باره واهمه ناندازند، ولی بر اساس اطلاع دریافت کرده رادیوی آزادی 13 کارمند مؤسسه‌های سازمان ملل در تاجیکستان با نشانه‌های بیماری کووید 19 بیماری بستری شدند. یک منبع معتمد در دفتر هماهنگسازی کشوری سازمان ملل در تاجیکستان روز 20 می به رادیوی آزادی گفت 13 نفر از کارمندان برنامه‌های سازمان معالجه می‌گیرند، ولی نگفت که آنها کارمندان کدام از برنامه‌های سازمان ملل در تاجیکستان هستند. در تماس‌های تلفنی در این اداره گفتند که در این باره معلومات ندارند چون بسیاری از کارمندان از خانه کار می‌کنند. یک منبع از این مؤسسه به رادیوی آزادی گفت تشخیص طبی بیمار بودن این افراد را ثابت کرده است. حالا معلوم نیست که بیماران از جمله کارمندان محلی هستند و یا از خارجیان. در همین حال به اطلاع دریافت کرده رادیوی آزادی 3 کارمند دفتر یونیسف یا بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل در تاجیکستان با نشانه‌های التهاب شش بستری کرده شدند و این سازمان بعضی از کارمندان خود را به کار فاصله‌ای فرستاده است. حداقل 2 کارمند یونیسف در دوشنبه با شرط ذکر نشدن نام به رادیوی آزادی گفتند روز 17 می در جلسه نمایندگی سازمان این خبر رسانده شد. نمایندگی یونیسف در پاسخ به رادیوی آزادی نوشتند در میان کارمندانشان یگان نفر به التهاب شش گرفتار نشده است و هیچ کس را هم بستری نکردند. نمایندگان اداره تندرستی ولایت سوق روز 19 می تصدیق کردند که در یک هفته اخیر 4 نفر را در رابطه با کرونا ویروس و 15 کس دیگر را با علامت‌های التهاب شش زیر نظارت دارند. اکبرخان صمدزاده مدیر تشخیصگاه لقمان حکیم در شهر خوجند با آزیا پلاس گفته است که از یک شهروند یمن که تازه به تاجیکستان آمد تست گرفتند و هر 2 مرتبه نتیجه تست مثبت برآمد. معلوم نیست که چرا این نتیجه تشخیص به آمار عمومی وارد نشده است و مقامات همان گرفتاری به کرونا ویروس را در تاجیکستان رد میکنند. مقامات تاجیک میگن از 10 ینور به این طرف در کشور یگان حالت نوی گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است.
نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه با نشر خبر از مهاجران خواسته است تا از سامانه تروتفسم برای خود جای کار پیدا کنند. در خبر مقامات آمده است در مقصد رابطه‌رسی یا کار در روسیه جایهای کاری خالی از جانب کارفرمایان منطقه‌های گوناگون این کشور پیشنهاد کرده شده است که شهروندان می توانند وابسته به طلبات کارفرما جای کاری مناسب خود را انتخاب نمایند. به گفته نمایندگان وزارت مهنت، در سامانه تروتفسم زیاده از 1.6 میلیون جایهای کاری خالی گوناگون در ساحه‌های مختلف پیشنهاد کرده شده است. تاکید می‌نمایم که ضمن آغاز فعالیت مهنتی حتما قرارداد مهنتی با کارفرما بسته شده یک نسخه آن را در خود نگاه دارید. آمده است در خبری رسمی سالانه از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر برای دریافت جای کار به روسیه می روند. سال گذشته قسم بیشتری آنها با سبب بسته شدن مرزها نتوانستند به مهاجرت روند. از 1 اپریل پروازهای دائمی میان دوشنبه و مسکو برقرار شد و یک قسم مهاجران هرچند با نرخ‌های گران بلیط گرفتند ولی توانستند خود را به روسیه رسانند. اما مهاجران میگویند پیدا کردن جای کار و پیش از آن حجت گذاری در روسیه مشکل شده است. در نوارهایی که مهاجران به رادیوی آزادی ارسال کردند دیده می شود که در نزد نقطه‌های گرفتن پتن نوبت پایه‌های طولانی مشاهده می شود. پیوندان مهرانشاه جمعیف کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 گفتند از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت بردند. مهرانشاه جمعیف 25 ساله روز 7 فوریه هنگام سپردن سلاح در جای کارش در شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 کشته شد و دادگاه یک همکارش را در این کار گناهکار و او را به 3 سال محکوم کرد. خالق نظر جمعیف امکی مهرانشاه میگوید دادگاه گناهکاری اساسی را به 3 سال حبس سکونتی جزا داد و این حکم غیر عادلانه است. پیوندان نسیم امیرزاده که در کشته شدن مهرانشاه گناهکار شد به حکم دادگاه واکنش نکردند و معلوم نیست که آنها در این باره چه نظر دارند. شرح مقامات هم در این باره به دست رسانه‌ها نرسیده است. ولی خالق نظر جمعیف امکی افسر کشته شده میگوید روز 20 می از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت برده طلب کردند که حکم بیکار کرده شود. از طرف گمانبر در قتل یک تیر نه 2 تیر پرانده شد. تیر یکم مستقیما به مهرانشاه برخورده او را در جای حادثه کشت و تیر دوم خطا رفته به شفت بنا برخورد. سود ناحیه 5 این همه را عموما به نوبت نگرفت. تشخیص های بالستیکی و فیزیکی تکنیکی که حالت پراندن را معین میکند همه گونه تصادف را رد کردند، گفت خالق نظر جمعیف. مهرانشاه جمعیف 7 ماه پیش از شعبه کارهای داخلی ناحیه جیهون به ناحیه 5 به کار گذشت و عنوان لیتنانتی کلان میلیسا را داشت. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 می را فرا میگیرد. یکم می سال 2014 در نزد ریاست کارهای داخلی خاروخ تیراندازی به عمل آمد که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات رسمی گفتند این درگیری هنگام تلاشی بازداشت یک گروه گمانبر شده در قاچاق مواد مخدر رخ داد، ولی به دنبال این تیرپرانی ازدحام از ساکنان خاروخ با طلب رهایی بازداشت شده ها و مجازات خادمان آمان به نزد بینای اداره امور داخلی بدخشان ریختند و بینای پلیس و امنیت و دادستانی به کام آتش رفت. 21 می سال 2014 پارلمان تاجیکستان بندی الهیده را به کودکس جنایی کشور وارد کرد که بر اساس آن جوانانی که برای جنگ‌ها در خارج کشور جلب و شرکت می‌کنند مجازات خواهند شد. چون این مجازات در حال قبول شد که به اعتراف مقامات تاجیک 2000 شهروند تاجیکستان زیر پرچم گروه ممنوع دولت اسلامی در سوریه و عراق اشتراک کردند. 21 می سال 1945 آوازخوان معروف نیگینا رئوفова تولد شده است. او 65 سال عمر دید و به حیث یک خواننده آهنگ‌های مردمی نام برآورد. نیگینا رئوفova که زاده یک روستای دوردست فیض‌آباد بود، برای بسیار دخترهای هنر و موسیقی دوست نمونه عبرت برای تحصیل کار گردید. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 21 می چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان.
اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خوشحالم که خبرهای ما را پیگیری میکنید و تا هفته آینده خدا نگهدار.